ما رسیدیم فکر کنم سر چیزا رو گفتیم دیگه. معادله حسابداری و تاثیر رویدادها روی معادله حسابداری رو بهتون گفتم. تفاوت برداشت و سرمایه گذاری رو هم که گفتیم دیگه. گفتیم که آقا درآمد و هزینه از درست ضد هم هستند به واسطه ارائه خدمت و یا دریافت خدمات برای ما حاصل میشه درآمد و هزینه. یعنی خدمت که ارائه بدیم ایجاد درآمد میکنه برای ما، ایجاد درآمد باعث میشه که از یه طرف داراییات بره بالا، از یه طرف هم سرمایت بره بالا. خدمتی که ما دریافت میکنیم، یعنی یه کسی به ما یه خدمتی رو در اصل ارائه بده، باعث میشه که از یه طرف داراییامون کم بشه، از اون ورم سرمایه‌مون کم بشه. درست شد؟ پس درآمد و هزینه ضد هم هستند که به واسطه ارائه خدمات و یا دریافت خدمات حاصل میشن. به ترتیب درآمد باعث افزایش درآمد، با افزایش دارایی و افزایش سرمایه میشه. هزینه ها باعث کاهش دارایی و کاهش چی میشه؟ سرمایه میشه. خب که حالا میرسیم عرضم به خدمتتون که راجع بالا که صحبت میکنیم، حالا اونجا به طور کامل یه تغییراتی رو خدمتتون مثلا چیه میگیم که یه سری آیتم ها هستش که حالتهای خاص هستش که ممکنه تاثیرگذار باشه. خب در مورد برداشت و سرمایه گذاری گفتیم زمانی که یک فرد وارد واحد تجاری میشه با خودش منابعی رو وارد واحد تجاری میکنه. حالا این منابع میتونه هم نقد باشه هم غیر نقدی باشه. یعنی وقتی که خود مالک میاد وارد واحد تجاری میشه و با خودش منابعی رو میاره، حالا این منابع میتونه در قالب وجه نقد باشه، میتواند در قالب مثلا ساختمون باشه، ماشینالات باشه، تجهیزات باشه، فرقی نمیکنه. از یه طرف دارایی میشه و از یه طرف باعث افزایش سرمایه میشه. حالا ساختمون میاره، میگه از این ور ساختمون میره بالا، از اون ور سرمایه میره بالا. وجه نقد با خودش بیاره وارد واحد تجاری بکنه، از یه طرف وجه نقد که دارایی هستش میره بالا، باز از اون ور سرمایه میره بالا. برداشت ضد سرمایه گذاریه. یعنی انگار که ما اون منابعمون رو پس بگیریم از واحد تجاری، پس خلاف اون عملیات اتفاق میفته. هم از وجه نقدت که همون دارایی باشه کم میشه، هم از سرمایه کم میشه. پس یادمون نمیره درآمد و هزینه به ترتیب افزایش دهنده و کاهش دهنده سرمایه است. سرمایه گذاری و برداشت هم افزایش دهنده و کاهش دهنده سرمایه است. منتها سرمایه و برداشت به واسطه یک رویداد مالی که مالک با واحد تجاری انجام میده حاصل میشه. درآمد و هزینه به واسطه یک خدمتی است که در اصل واحد تجاری ارائه میدهد و یا خدمتی را دریافت میکند. پس این رو میتونید بنویسید. اون دوستانی که چیز هستن صدا میادش، فکر میکنم مشکلی نباشه. این بعضی وقتا سیستماتون هنگ میکنه، باید یه بار خارج بشید وارد بشید، یه بار خارج بشید وارد بشید درست میشه. پس یه نکته فقط بنویس که یه نکته حالا تذکر اینطوری بنویس که توجه شود که هزینه سیه رو هم درس ندادم دیگه. گفتم اون حالت خاصه است دیگه، گفتم بعدا میگیم، گفتیم اونو بعدا میگیم، هنوز درس ندادیم. ما فعلا داریم میگیم همه چیزیه نقدی انگار داری پرداخت. خب بنویسید که درآمد و هزینه که به واسطه ارائه خدمات و یا دریافت خدمت
و یا دریافت خدمت حاصل می گردد به ترتیب موجب افزایش یا کاهش سرمایه می گردد. به ترتیب موجب افزایش یا کاهش سرمایه می گردد. اما سرمایه گذاری و برداشت به واسطه رویدادی است که مالک با واحد تجاری انجام می‌دهد. به واسطه رویدادی است که مالک با واحد تجاری انجام می‌دهد و موجب افزایش و کاهش سرمایه می‌گردد. موجب افزایش و کاهش سرمایه می‌گردد. خب این مال این. بریم حالا سر بحث ثبت‌های حسابداری. من رو تخته برم. ثبت‌های حسابداری. بنویسید، یادداشت بفرمایید که به طور کلی رویدادهای مالی میبایست در دو دفتر قانونی به نام‌های دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت و نگهداری شود. خب برای این منظور لازم است ابتدا حساب را تعریف کنیم. نقطه سر صد بنویسید که حساب ابزاری است که به وسیله آن میتوانیم جزئیات تغییر در اجزای مختلف دارایی ها ویرگول بدهی ها و سرمایه واحد تجاری را در آن نشان دهیم. خب ببین شکل حساب مثلا ما اینجا داشتیم دیگه. الان میگفتیم که اون معادله حسابداری که داشتیم دارایی ها مساوی است با بدهی ها به علاوه سرمایه. شکل حساب
شبیه تی انگلیسی، شکل حساب شبیه تی چی انگلیسی. اینجا مثلا می‌نویسم حساب وجه نقد، روی کاغذ شکل حساب شبیه تی انگلیسی. این حساب دو سمت داره، یه سمت راست، یه سمت چپ. سمت راست هر حساب رو اسم گذاشتن روش، اسمشو گذاشتن بدهکار حساب. سمت چپ رو اسم گذاشتن روش، گفتن به سمت چپ میگیم بستانکار حساب، و سمت راست بدهکار، سمت چپ بستانکار. اینا اسم، تفسیر تو ذهنتون خواهشن نکنید. وقتی میگیم اسم، میتونستم اسمشو بذارن حسن، حسین، اسمشو بذارن چه میدونم تابستون، زمستون، اسمن اینا. درست شد؟ پس اینا تفسیر نداره. اسم میگم آقا به سمت راست هر حساب، اسمشو من میگم بدهکار. به جایی که بگم سمت راست حساب، میگم بدهکار چی؟ حساب. نه اصلا بحث ماهیت نیست، اسم این. اصلا من صحبت ماهیت هنوز نکردم، هیچ صحبتی از ماهیت نکردم. سمت راست هر حسابو بهش میگم بدهکار اون حساب، سمت چپ هر حسابو بهش میگم بستانکار اون. این برای همه حساب ها صادقه. پس سمت راست همیشه بدهکاره، سمت چپ بستانکاره. خب ببینید این چیزایی که شما می‌نویسید معلوم نیست از کجا خوندین و چی دارید میگین. میگین فقط برای دارایی‌ها راست بدهکاره و چپ بستانکاره. نه خیر، من همچین چیزی گفتم؟ من گفتم هر حسابی که میخوای شما در نظر بگیری در نظر بگیر. سمت راست هر حساب و اسمشو میگم بدهکار، سمت چپ رو بهش میگم بستانکار. نه صحبتی از ماهیت کردم نه از حساب فلان، همه حسابا همینه. سمت راستش بدهکار اسمش، سمت چپش بستانکار، اسمش بستانکار. اصلا تو بگو سمت راست سمت چپ. حالا نکتهش اینه، برای حسابهای مختلف چی؟ دارایی. حسابهای مختلف دارایی، افزایش در دارایی ها میاد تو سمت راست میشینه، یعنی تو قسمت بدهکار میشینه. یعنی یه دارایی که زیاد بشه میاد تو قسمت بدهکار خودش رو نشون میده، تو اونجا میبریم، تو سمت راست مینویسیمش. اگه یه دارایی کم بشه، کاهشش میاد تو قسمت چی قرار میگیره؟ بستانکار نشون داده میشه. فهمیدین؟ پس افزایش ها میاد تو قسمت بدهکار، کاهش ها میاد تو قسمت بستانکار برای حساب های چی؟ دارایی. همین داستان رو مثلا برای یه حساب دیگه مثال میزنم، خوب گوش بدید. ببین اینا چیزای اولیه است، ولی اگر چیز گیر بکنی دیگه تا آخرش رو نمیفهمی حساب داره. و همه بدبختی این چیزا همینه، اون اولیه رو اگه نفهمی دیگه تا آخرش رو نمیفهمی. اینجا من میگم حساب چی؟ سرمایه. یه حساب تی ایجاد میکنم به اسم سرمایه. باز میگم یه سمت راست داره، یه سمت چپ داره. باز عین همون میگم سمت راستش اسمش هست بدهکار، به سمت راست هر حسابی میگم بدهکار اون حساب، به سمت چپ هر حسابی میگن بستانکار اون حساب. منتها یه فرقی داره، تمام حساب هایی که سمت چپ معادل حسابداری قرار میگیرند افزایشاشون میاد تو بستانکار میشینه، کاهشاشون میاد تو بدهکار میشینه. یعنی اگه سرمایت زیاد بشه اون عدد رو تو بستانکار یعنی سمت چپش مینویسی، اگه سرمایت کم بشه اون عدد رو توی بدهکار مینویسی. برای همینه که ما همیشه دارایی‌ها رو تو معادل حسابداری دارایی‌ها رو همیشه سمت راست مینویسیم. چرا؟ چون مثبتش تو سمت راست حساب نشون داده میشه، یعنی تو بدهکار حساب. بدهی و سرمایه رو همیشه سمت چپ معادل حسابداری مینویسیم، برای اینکه افزایشش تو سمت چپ میاد نشون داده میشه، یعنی تو قسمت چی؟ بستانکار. در هر رویداد مالی میتونی اینو بنویسی، هر رویداد مالی مینویسی، بگم بنویس هر رویداد مالی که اتفاق میافتد
ببخشید من دوستان حسابداری، چون من باید برای کل کلاس درس بدم، دوستان تغییر رشته، این برای دوستان حسابداری اینا جزء بدیهیاته. دوستانی که الان رشتهشون حسابداری، یکی دو جلسه باید صبر بکنن دوستان حسابداری که ما وارد درس اصلیمون بشیم. اینو باید یه ذره تحمل بکنن. این مباحث ابتدایی رو من بگم که همه با هم بریم جلو، چون ما الان دوستان تغییر رشته‌ای خیلی زیاد داریم تو کلاس. من باید اینا رو براشون جا بندازم. یکی دو جلسه زمان میبره که حالا ما دیگه از مثلا هفته بعد ان شاءالله دیگه وارد درسای دیگه، چون این دوستان باید دوباره تا هفته بعد اینا رو بخونن. خب ببینید، گوش بدید. پس بنویسید که هر رویداد مالی که هر رویداد مالی که اتفاق میافتد، هر رویداد مالی که اتفاق میافتد، حداقل دو حساب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گفتم حداقل دو حساب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و توجه شود مجموع مبالغی که در هر رویداد مالی در بدهکار حساب یا حسابی می نشیند، مجموع مبالغی که در یک رویداد مالی در بدهکار حساب یا حسابی می نشیند، همین مقدار یا همین مبالغ نیز می بایست در بستانکار حساب یا حساب‌هایی قرار گیرد. در بستانکار حساب یا حساب‌هایی قرار گیرد. به عبارت دیگر همواره باید به واسطه یک رویداد مالی مجموع مبالغ بدهکار شده با مبالغ بستانکار شده برابر باشد. یعنی اگر دیدی تو یه رویداد مالی دو تا حساب بدهکار شد، بستانکاری نداشتی، این غلطه، 100% غلطه. حالا خوب نگاه بکن. من همون داستانی که آقای عباسی بود، اولین رویدادمون این بود که میای چیکار میکنی؟ آقای عباسی 50,000 تومان پول میاره، وارد واحد تجاری میکنی. اونجا میومدی میگفتی وقتی 50,000 تومان پول میاره تو واحد تجاری، 50 تومان وجه نقدش میره بالا، از اونورم 50 تومان سرمایه‌اش میره بالا. قبلا اینطوری تجزیه تحلیل میکردیم دیگه. 50 تومان وجه نقد رفت بالا، 50 تومان سرمایه‌اش رفت بالا. حالا همینو میخوام یه خورده حرفه‌ای‌تر بگیم. 50 تومان وجه نقد میره بالا، یعنی افزایش پیدا میکنه. 50 تومان وجه نقد بره بالا، وجه نقد داراییه، افزایش در دارایی‌ها میاد تو قسمت چی میشینه؟ بدهکارش میشینه. پس میگم این 50,000 تومان من میام اینجا میذارم. از اون ور سرمایه‌اش 50,000 تومان افزایش پیدا کرده. سرمایه‌ای که افزایش پیدا بکنه 50,000 تومان، من 50,000 تومان میام تو سرمایه‌اش میذارم. تموم شد.
مجموع مبالغی که در یه حساب بدهکار شده به همین میزان یه حساب دیگه چی شده؟ بستانکار شده. پس کارمون چیه؟ درسته. پس میگیم وجه نقد بدهکار میشه، باید یادمون بمونه دیگه یادمون میمونه از این به بعد. وقتی که حساب دارایی بدهکار میشه یعنی مبلغش رفته چی؟ بالا. بدهکار میشه یعنی تو سمت راستش نشسته، تمام افزایشاش میاد تو قسمت راست میشه. وقتی یه دارایی بستانکار میشه یعنی کم میشه. یه حساب سرمایه وقتی بستانکار میشه یعنی زیاد میشه. حل تا اینجا. پس وقتی میگیم الان میگیم کارو یه خورده چیز ترش کرد. حالا رویداد دوم خوب گوش بده. رویداد دوم این بود که آقای عباسی میره 40,000 تومان یه دونه ساختمون میخره با پولی که در اختیار داشت. میگه آقا ساختمون خریده. چی میگفتی؟ میگفتی 40,000 تومان به یه دارایی به اسم ساختمون اضافه میشه، 40,000 تومان از یه دارایی دیگه به اسم وجه نقد کم میشه. پس من یه دارایی ایجاد میکنم اینجا به اسم ساختمان، یه دارایی جدید حساب ساختمان ایجاد میکنم به اسم حساب ساختمان. باز سمت راست داره، سمت چپ داره. سمت راستش باز اسمش بدهکاره، سمت چپ اسمش بستانکاره. چون دارایی هستش افزایشاش میاد تو قسمت بدهکار، کاهشاش میاد تو قسمت چی؟ بستانکار قرار میگیره. خب چه اتفاقی افتاده؟ میگم که اینجا بذار بنویسم بدهکار. میگم به حساب ساختمونم 40,000 تومان اضافه شده، از وجه نقدم 40,000 تومان کم شده. میگم 40,000 تومان به ساختمون اضافه شده، پس 40,000 تومان میاریش اینجا تو قسمت بدهکار ساختمون میشونی. از وجه نقد 40,000 تومان کم شده، پس 40,000 تومان میام تو قسمت بستانکارش میشونم. تموم شد. اینجا هم این اتفاق افتاد. یه حسابی بدهکار شد، یه حساب دیگه چی شد؟ بستانکار شد. یعنی از یه دارایی کم شد به یه دارایی دیگه چی شد؟ اضافه شد. حالا ببین الان میگیم مانده حساب. یعنی آقا مانده حسابش چقدره؟ هر وقت گفتم مانده حساب یعنی چی؟ شما کافیه که مانده حساب خواستن، کافیه که بیای چیکار بکنی؟ یه دونه خط زیر حساب بکشی، مجموع مبالغی که بدهکار شده تو اون حساب از مجموع مبالغی که بستانکار شده کم بکنی. اینا رو اصلا کم بکنی هر ور که سنگین تره. الان 50 بدهکاره، 40 بستانکاره، انگار که چقدره؟ 10,000 تومان چیه؟ بدهکار. خب الان باز توازن همه بدهکار بستانکارات برابره. از این ور یه 10,000 تومان بدهکار تو وجه نقد داریم، یه 40,000 تومان بدهکار تو ساختمون داریم. پس دو تا حساب بدهکاری داری که جمعشون یه 10,000 تومان یه 40,000 تومان میشه 50,000 تومان. از اون ور یه حساب بستانکار هستش 50,000 تومان. یعنی جمع مبالغ بدهکار و بستانکار عرضم به خدمتتون که چقدر هسته، یعنی در اصل با هم دیگه برابر هستش. این ماله جمع مبالغ بدهکار و بستانکار، یعنی مجموع حساب هایی که مبالغشون بدهکار شده با مجموع حساب هایی که مبالغشون بستانکار شده همیشه باید این توازن چی باشه؟ بر هر جا این به هم بخوری یعنی کارت اشتباه بود. خب حالا تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی اومد چیکار کرد؟ آقای عباسی رفت ملزومات خرید 500 تومان به صورت نسیه. یا آقا ملزومات چیه؟ یا ملزومات چیه؟ میگم ملزومات داراییه. من یه تی ایجاد میکنم اینجا به اسم ملزومات تو دارایی‌ها. میگم ملزومات دارایی‌ها به صورت نسیه خریداری کرده. اون موقع چی میگفتی؟ میگفتی یه دارایی به اسم ملزومات 500 تومان میره بالا، از اون ورم چون نسیه خریده گفته آقا پولشو بعدن میدم. بعدن میدم یعنی چی؟ حسابای چی؟ پرداختنی. یعنی 500 تومان هم حسابای پرداختنیش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. باز میام میگم که آقا این ور بدهکار اسمش، این ور بستانکاره، چون دارایی‌ان افزایشا میاد تو بدهکار میشینه، کاهشا میاد تو بستانکار میشینه. الان 500 تومان ملزومات خریده، 500 تومان ملزوماتی که خریده 500 تومان میاد تو قسمت بدهکار حساب میشینه. از اون ور یه تی جدید ایجاد میکنیم به اسم چی؟ حسابهای پرداختنی. حسابهای پرداختنی یعنی زیر بدهیامون. زیر بدهیامون یه آیتم ایجاد میکنم به اسم حسابهای پرداختنی. باز سمت راستش اسمش بدهکار، سمت چپ اسمش بستانکاره. منتها افزایش و کاهشاش
خلاف جهت دارایی است. این دقیقاً مثل سرمایه است. افزایشاش میاد چون این وره روی داده تو بستانکار میشینه، کاهشاش میاد چیه؟ تو بدهکار میشینه. خب الان 500 تومن ملزوماتت رفته بالا، 500 تومن هم چیت رفته بالا؟ بدهیات، حسابای پرداختنی. پس 500 تومن هم من میام تو اینجا میشونم از این ور. پس یه رویدادی به اسم ملزومات 500 بدهکار شد، یه حسابی به اسم ملزومات 500 تومن بدهکار شد، یه حسابی هم به اسم حسابای پرداختنی 500 تومن بستانکار شد. پس کارمون چیه؟ درست. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی میاد 1000 تومن یه خدمتی ارائه میده به صورت نقد. 1000 تومن ارائه خدمات به صورت نقد. خب میگفتی آقا از این ور وجه نقدم میره بالا، از اون ور سرمایه هم میره بالا. خب وجه نقدت بره بالا چی میشه؟ 1000 تومن باید بیای شما دو داراییات، وجه نقدت اضافه شده، یعنی 10,000 تومن بود، 1000 تومن دیگه هم بهش چی میشه؟ اضافه میشه. از این ور دیگه من نمیبرم تو سرمایه اصلا، یه حسابی ایجاد میکنم به اسم درآمد خدمات. خوب گوش کن. درآمد چی؟ خدمات. حساب درآمد خدمات. میگم آقا درآمد از جنس سرمایه است، همسو با سرمایه است. با سمت راستش اسمش بدهکاره، سمت چپش اسمش بستانکاره. چون همسو با سرمایه هستش، افزایش‌ها و کاهشاش دقیقاً مثل حساب چیه؟ سرمایه است. یعنی زیاد شد میاد تو بستانکار، کم شد میاد تو بدهکار. پس من اگر یه خدمتی ارائه دادم به صورت نقد، پولشو گرفتم، وجه نقدم میره بالا، از اونورم درآمدم میره بالا. درآمد بره بالا میاد تو کجاش میشینه؟ تو بستانکارش میشینه. پس الان وجه نقد 1000 تومن بدهکار شد، درآمد خدمات 1000 تومن چی شد؟ بستانکار شد. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی میاد اون در اصل بدهی که داشت رو 300 تومنش رو پرداخت میکنه. بدهی ناشی از خرید ملزومات رو 300 تومنش رو پرداخت میکنه. خب بدهی پرداخت بکنیم چی میشه؟ میگیم آقا وجه نقد 300 تومن کم میشه، از بدهیامون هم 300 تومن کم میشه. از وجه نقد 300 تومن کم بشه، من میام چیکار میکنم؟ 300 تومن میارم میذارم تو قسمت بستانکارش. 300 تومن بدهیام از وجه نقدم کم میشه، 300 تومن هم از بدهیام کم میشه. بدهیام حساب پرداختنی بود، پس میام 300 تومن هم میام چیکار میکنم؟ تو قسمت بدهکار حساب پرداختنی میشونم. پس این دفعه یه حساب اینور بستانکار شد، یه حساب اونور چی شد؟ باز بدهکار شد. یعنی مجموع بدهکارا و بستانکارا با هم دیگه چیه؟ برابره. حالا میگیم الان چقدر بدهی داریم؟ میام میگیم آقا الان یه خط میکشیم، مانده 500 بستانکار بود، 300 تومنش کم شد، شد 200 تومن. 200 تومن هنوز من چی دارم؟ بدهی دارم. این دفعه میام یه خدمتی رو فهمیدین تا اینجا رو؟ همینه ها، اینو بگیری دیگه تا آخر رفتیم. این دفعه میاد آقای عباسی یه خدمتی ارائه میده به صورت نسیه. آقای عباسی میاد یه خدمتی ارائه میده به صورت نسیه. نسیه چی بود؟ بگو پولشو بعدن میگیرم. بعدن میگیرم یعنی چی؟ یعنی حساب دریافتنی. حساب دریافتنی چیه؟ یه داراییه. پس من میام یه تی ایجاد میکنم به اسم حسابهای دریافتنی. باز هیچ فرقی نمیکنه، سمت راست بدهکار اسمشه، سمت چپ بستانکار. افزایشاش چون دارایی اینجاست، کاهشاش اینجاست. میاد خدمت ارائه میده به صورت نسیه. گفتیم مبنای ما برای شناسایی خدمت، مبنای ما برای شناسایی درآمد ارائه شدن خدمته. پولشو گرفتی، میگی از این ور وجه نقد میره بالا، از اون ور درآمد یا سرمایه هم میره بالا. اگر نسیه ارائه کردی خدمت رو، چون کارا انجام دادی، درآمدش قابل شناساییه. از این ور وجه نقد یا حساب دریافتنیات میره بالا، از اون ورم سرمایه‌ات دوباره میره بالا یا درآمدت میره بالا. هیچ فرقی با هم دیگه چیه؟ نداره. بنابراین عرضم به خدمتتون که اینجا پس من میام یه خدمتی ارائه کردم به مبلغ 1500 تومان به صورت نسیه. گفتم پولشو بعدن میگیرم، پس 1500 تومان به حساب دریافتنیام اضافه میشه، 1500 تومان هم به درآمدم باز چی میشه؟ اضافه میشه. یعنی در مجموع تا الان
من 2500 تومن ارائه خدمات کردم و درآمد کسب کردم. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی میاد اون بدهی اون طلبش رو وصول میکنه، مثلا 900 تومن از طلبش رو وصول میکنه. خب وصول مطالبات چیه؟ حساب دریافتنی همون چی بود؟ مطالبات بود، طلبای من بود. من یه 1500 تومن طلب داشتم از مردم، 900 تومنش رو وصول میکنم یعنی وجه نقدم 900 افزایش پیدا میکنه، از حساب دریافتنیام 900 تومن چی میشه؟ کم میشه. پس میگم آقا 900 تومن به وجه نقدم اضافه شد، 900 تومن از حساب دریافتنیام کم شد. وجه نقد اضافه بشه 900 باید بدهکار بشه، حساب دریافتنی کم بشه 900 باید چی بشه؟ بستانکار بشه. پس اونو میام اونجا. پس اینجا 900 یه حساب بدهکار شد، اونجا 900 یه حساب بستانکار شد. پس اینجا باید حواسمون باشه. پس اینجا میام چیکار میکنم؟ یه خط میکشم و عدد میشه الان ماندم چقدر؟ 600 تومن هنوز طلب دارم. 600 تومن دیگه هنوز چی دارم؟ طلب دارم. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی اومد یه هزینه ای رو پرداخت کرد، هزینه برق رو پرداخت کرد به مبلغ مثلا چه میدونم 150 تومن. آقای عباسی اومد 150 تومن قبض برقش رو پرداخت کرد. خب از این ور میگفتی پرداخت کردم، پول دادم یعنی وجه نقد باید کم بشه یعنی باید چی بشه؟ بستانکار بشه. وجه نقدم 150 تومن تو بستانکارش میشونه. از اون ور میگفتیم آقا این چیه؟ هزینه است. هزینه چیه؟ باید از سرمایه کم بشه. خب میگم اشکال نداره، یه تی ایجاد میکنم به اسم هزینه برق. خوب دقت بکن، تمومه ها. هزینه برق باز حساب هزینه برقه، یه سمت بدهکار داره سمت راست، یه سمت بستانکار داره سمت چپ. منتها میگم آقا هزینه ضد سرمایه است. هزینه چیه؟ ضد سرمایه است. پس افزایش و کاهشاش خلاف جهت سرمایه است. پس سرمایه اگه بستانکار شدنش زیاد میشد، این با بدهکار شدن زیاد میشه، با بستانکار شدن چیه؟ کم میشه. هزینه چون باید از سرمایه کم بشه، افزایش و کاهشاش خلاف جهت سرمایه است. هزینه ها چون از سرمایه کم میشن، افزایش و کاهشاشون خلاف جهته. خب میگه آقا من پول دادم، از اون ورم هزینه هم زیاد شده، هزینه زیاد بشه پس 150 تومن این بدهکار میشه، از اون ور پول دادم پس وجه نقدم 150 تومن بستانکار میشه. تمام هزینه ها مایت بدهکار دارن. یه اصطلاحی رو یه دوستمون گفت مانده عادی یک حساب. خوب به این گوش بکنین، اینو بنویس اصطلاح مانده عادی یک حساب. خودت چرا تو خدمات وارد نکردیم؟ خدمت رو ما ارائه بکنیم درآمد میشه برای ما. اینجا خدمت رو ما گرفتیم، خدمت رو بگیری به ازای هر خدمت یه حساب هزینه جدا، هزینه برق جدا، هزینه نمیدونم تبلیغات جدا، هزینه عوارض جدا، هزینه مالیات جدا، هر کدومش برای خودش یه حساب هزینه جدا، یعنی یه تی جداگونه براش باید ایجاد بکنی. اینا متفاوته. به ازای هر خدمتی که هر نوع خدمتی که من میگیرم حساب هزینه ایش باید جدا ثبت بشه. شما به واسطه خدماتی که ارائه میدی میبری تو حساب درآمد. خدمت رو من ارائه دادم میبرم تو حساب درآمد. خدمت به من ارائه بشه نمیام از درآمد خودم کم بکنم که، میام یه حساب جدا براش ایجاد میکنم، میگم آقا این هزینه هامه، میگم اینا چیه؟ هزینه ها. خب پس هزینه ها جدا ثبت میشه، درآمد ها جدا. اینا رو با همدیگه از همدیگه کم و زیادش نمی‌کنیم، یعنی حساباش جداست. بعدن که صورت سود و زیان اومد، حالا میگیم آقا من 2500 تومان درآمد داشتم، 150 تومان هم هزینه داشتم مثلا، اینقدر میشه چی؟ سود یا زیانی که داشتیم. خب پس هزینه ها تماما ماهیت بدهکار دارن. پس بنویس حالا مانده عادی یک حساب. بنویس منظور از مانده عادی یک حساب
سمتی از حساب است، سمتی از حساب است که انتظار می رود پس از ماندگیری مبلغی در آن سمت وجود داشته باشد. سمتی در حساب است که انتظار می رود پس از ماندگیری مبلغی در آن حساب وجود داشته باشه، در آن سمت وجود داشته باشه. پس از ماندگیری مبلغی در آن سمت وجود داشته باشه. نقطه از آنجایی که در یک حساب همواره انتظار می رود سمت مثبت حساب از سمت منفی آن بیشتر باشد، سمت مثبت حساب از سمت منفی آن بیشتر باشد، لذا برای اقسام مختلف حساب‌های دارایی، مانده عادی سمت بدهکار است و برای حساب‌های بدهی و سرمایه مانده عادی بستانکار خواهد بود. مانده عادی بستانکار خواهد بود. یعنی شما آخرش چیه؟ اینو خوب حواست باشه. آخرش اینه که یه حساب، یعنی هر سمتی که افزایش داریم، اون مانده عادیش میشه. یعنی آخر شما حسابای دریافتنی چی میشه؟ مثلا فرض بکن الان این 600 تومن دیگه هم وصول، ببین الان 600 تومن مانده چی پیدا کرد؟ بدهکار پیدا کرد، یعنی سمت مثبت. الان ملزومات مانده 500 تومانی داره، حساب پرداختنی مانده 200 تومانی تو بستانکار داره، یعنی با سمت مثبت. یعنی چون همیشه سمت مثبت از سمت منفی باید بیشتر باشه. آخرش چیه؟ که شما این 600 تومن دیگر هم وصول بکنی، این مانده چی بشه؟ صفر بشه. یعنی در حالت کلی مانده یک حساب همواره تو سمت مثبتش مانده داره یا نهایتاً چیه؟ صفره. یعنی مانده یک حساب اگه منفی بشه ما خلاف قواعد عمل کردیم. مانده یک حسابی تو سمت منفیش باشه یعنی شما وجه نقدت منفی بشه. مگه میشه؟ داریم تو عمل اتفاق میفته، این به دلیل تقدم تأخرهای ثبتیه، حالا کاری نداریم با، و این از مصادیق رد دفاتره. یه ممیز مالیاتی میاد مالیات رو رسم میکنه، حالا کاری اصلا با اون مسائل نداریم، با اون مسائل کاریش. ولی شما در حالت کلی مانده یک حساب آخرش تو سمت مثبت خواهد بود. بالاخره یا من حساب دریافتنی دارم یا ندارم. اگه دارم 600 تومن تو بدهکارم دارم، اگه ندارم صفره. متوجه شدید؟ پس ما همیشه بدهی، مثلا بدهیات، شما بدهیات 200 تومن یا من بدهی دارم الان مانده 200 تومنه حساب پرداختنی، یا 200 تومنه یا بعداً این 200 تومن رو میدم ماندم صفر میشه دیگه. نمیتونم 200 تومن منفی بدهکار باشم که به طرف. پس ما مانده عادی یک حساب اون مانده نهایی حسابی که انتظار میره تو اون سمت که سمت مثبتش است مانده حساب قرار بگیره. مانده عادی یک حساب پس همیشه تو سمت مثبت حساب قرار میگیره در نهایت. یعنی بعد از ماندگیری مثلا فرض کن 200 تا رویداد الان تو وجه نقدت هی اومده تو بدهکار، یه سری تو بدهکار نشسته، یه سری تو بستانکار نشسته، آخرش بالاخره 200 میلیون تومان ته حسابت باقی میماند پول. مثلا این پول 200,000 تومانی که باقی مونده قطعاً تو سمت راست حسابه، یعنی سمت بدهکار، چون داراییه. برای حساب‌های بدهی و سرمایه تو سمت چیه؟ بستانکار. همچنین در ادامهش بنویس، همچنین حساب درآمد
حساب درآمد خدمات چون از جنس سرمایه است، پس مانده بستانکار دارد. و حسابهای مختلف هزینه‌ای و نیز حساب برداشت به دلیل اینکه ضد سرمایه می باشند، لذا ماهیت بدهکار خواهند داشت. چون مثبتشون این وره تو سمت راست. حالا من فقط برداشت رو نگفته بودم. پس همه هزینه ها ماهیت بدهکار داره چون مثبتش اونجاست. میگه آقای عباسی میاد چیکار میکنه؟ آقای عباسی مثلا میاد 800 تومن برداشت میکنه از یه حسابی. من یه حسابی ایجاد میکنم به اسم حساب برداشت مالک. میگیم آقا برداشت کاهنده سرمایه است. برداشت پس افزایش و کاهشش باید ضد سرمایه باشه. این ور بدهکار باز اسمش، این ور چی؟ بستانکار. پس افزایش و کاهشش ضد چیه؟ سرمایه است. پس من افزایشش میاد تو قسمت بدهکار میشینه، کاهشش میاد تو قسمت بستانکار میشینه. خب میگه آقای عباسی 850 تومن برداشت کرد. 850 تومن برداشت کرد، نه 850 تومن از بچه نقدش کم شد. پس 850 تومن میاد تو بدهکار بچه نقد، از اون ور برداشتش 850 تومن چی میشه؟ اضافه میشه بهش. یعنی از بچه نقد کم شد، به برداشت اضافه شد، اومد تو قسمت بدهکار نشست. اون بستانکار شد، این بدهکار شد. شما میتونستی در حالت عادی چی میگفتی؟ گفتی آقا از سرمایهش باید کم بشه دیگه. سرمایهش کم بشه چیه؟ 850 تومن باید بدهکار بشه. به جایی که بیام 850 رو تو خود سرمایه نشون بدم، یه حساب ایجاد میکنم به اسم برداشت، 850 رو میام تو بدهکار اون حساب لحاظ میکنم. درست شد؟ این کل مبحث اولیه بود. یعنی ما خواستیم حالا بخوام الان ثبت حسابداری رو بگیم. یعنی الان رویدادهای مالی رو ما شناختیم. میگیم آقا پس داستان محصله کردیم. هیچ وقت تفسیر نمی کنیم. بدهکار و بستانکار اسمن. سمت راست هر حساب اسمش بدهکاره، سمت چپ هر حساب اسمش بستانکار. میخوایم صدا بزنیم وقتی میگیم آقا یه حسابی بدهکار شد، یعنی نشست تو سمت راستش. یه حسابی بستانکار شد، یعنی اون رویداد نشست تو سمت چپش. پس اینا هیچ معنی و تفسیری ندارد. خب برای حسابهای دارایی افزایشات میاد تو بدهکار میشینه، کاهشا میاد تو بستانکار میشینه. برای حسابهای بدهی و سرمایه افزایشا میاد تو سمت چپ یعنی بستانکار، کاهشا میاد تو سمت راست یعنی بدهکار. در هر رویداد مالی حداقل 2 حساب تحت تاثیر قرار میگیرد. هر رویداد مالی باعث میشود که حداقل 2 حساب تحت تاثیر قرار بگیرد و مجموع حساب یا حساب‌هایی که بدهکار می‌شود با مجموع حساب یا حساب‌هایی که بستانکار می‌شود باید برابر باشد. این پس مال این. حالا میگیم درآمد از جنس سرمایه است. پس افزایش‌ها و کاهش‌هاش همجهت با سرمایه است. زیاد شد میاد تو بستانکار، کم شد میاد توی چی؟ بدهکار. که اصلا ما درآمد کم نمیشه، چون همیشه یه درآمدی رو میاد تو. یعنی درآمد مایت بستانکار داره. هزینه ها
ضد سرمایه هستن، پس ماهیت چی دارن؟ افزایشش میاد توی بدهکار حساب قرار میگیره. همه هزینه ها ماهیت بدهکار دارن. برداشت ضد سرمایه است. برداشت عرضم به خدمتتون ضد سرمایه هستش. پس اینجا باید ماهیت بدهکار داشته باشه. باید ماهیت بدهکار داشته باشه. پس من وقتی که برداشت انجام میدم 850 تومان از وجه نقدم کم میشه، میاد تو قسمت بستانکار میشینه. پس 850 تومان بستانکار شد، یه حسابی به اسم برداشت چی شد؟ بدهکار شد. چون افزایش‌های برداشت یعنی برداشت مالک، یعنی اینکه برداشتش زیاد شده دیگه. برداشت کرده یعنی برداشتش زیاد شده، میاد تو قسمت بدهکارش قرار میگیره. پس یه حساب بستانکار میشه وجه نقد، یه حساب دیگه بدهکار میشه به اسم چی؟ برداشت. مجموع حسابایی که بدهکار شده و مجموع حسابایی که بستانکار شده با هم دیگه چی میشه؟ برابر میشه. این ماله. خب حالا دو تا حساب، بیشتر دو تا حساب هم میگیم، اونا بهش میگن ثبت‌های مرکب. حالا بهش میرسیم. حالا این مقدمات بود. حالا میام چیکار میکنیم؟ میگیم ثبت حساب داری. میخوام بگیم ثبت حساب داری همینی بود که تا الان زدی، میخوام حرفه‌ای‌تر بزنیم. ما یه دفتری داریم به اسم دفتر روزنامه. حالا اینجا میکشم شکلش. این بالاش هم می‌نویسم دفتر یا فرمت روزنامه. اینجا یه در اصل شماره روزنامه داریم، یه تاریخ داریم، شماره دفتر کل داریم یا عطفاً بهش میگن، حالا کاری باش نداریم. شماره دفتر کل، یه شرح داریم، اینجا دو تا ستون بدهکار بستانکار. این فرمت دفتر روزنامه است. این دفتر روزنامه ها خط داره. این خطای دفتر روزنامه است، مثل خط دفتر دیگه. خط دفتر نوشتم شماره روزنامه، تاریخ، شماره دفتر کل، شهر، بدهکار، بستانکار. شماره روزنامه. شماره روزنامه همون مثل ردیفه، در اصل ردیف، شماره رویداد. اینا دفتر روزنامه. حالا همون داستانی که داشتیم رو میخوام به این زبون ثبتش بزنیم دیگه. الان میخوایم ثبت حسابداری بهتون یاد بدیم. میگیم آقا رویداد 1 شماره روزنامه میشود 1. شماره روزنامه همون شماره رویداده. شماره روزنامه همون شماره رویداده. چه تاریخی؟ مثلا 1/9. با دفتر کل هم کاری نداریم. میگیم چی شد؟ آقای عباسی 50,000 تومان پول آورد تو واحد تجاری. خب میگیم اون موقع میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا 50,000 تومان پول اومده تو واحد تجاری توسط آقای عباسی. وجه نقدم 50 تومان رفته بالا، از اون ورم سرمایه هم 50 تومان رفته بالا. بعد اومدیم یه خورده حرفه‌ای‌تر گفتیم آقا 50 تومان وجه نقد بره بالا، 50 تومان یعنی وجه نقد بدهکار شده، تو قسمت بدهکارش نشسته. 50 تومان سرمایه رفته بالا یعنی 50 تومان حساب سرمایه چی شده؟ بستانکار شده. خب میگیم همواره وقتی میگیم ثبت حسابداری نمیگن آقا سند زدی ثبت حسابداری زدی، میخوام بگیم اینه، چیز خاصی نیست. یعنی اینکه ما تشخیص بدیم چه حسابی بدهکار شده چه حسابی بستانکار شده. منتها فرمت داره. همیشه اول باید حساب یا حسابهایی در ستون شهر قرار بگیره که بدهکار شدن. الان چه حسابی بدهکار شده؟ حساب وجه نقد. میام پس می‌نویسم وجه نقد بدهکار به چه مبلغی؟ 50,000. از اون ور چه حسابی بستانکار شده؟ میگم سرمایه. میام یه خط پایین‌تر، یعنی همیشه سطر دوم حساب بستانکار باید قرار بگیره. میام یه سطر پایین‌تر، یکم سمت چی؟ چپ‌تر. بهترین راهش اینه که هر زمان این
نوشته وجه نقد بالا تموم شد، این حساب رو شروع بکنم. یعنی اینجا می‌نویسم وجه نقد، اینجا می‌نویسم چی؟ سرمایه. سرمایه چی شده؟ 50,000 تومان بستانکار شد. سطر سوم یه شرح مختصری از رویداد بابت می‌نویسم سرمایه گذاری نقدی آقای عباسی. تمام. این میشه یه ثبت. اینا میگن ثبت حسابداری، یعنی این، یعنی نشون بدم که چه حسابی بدهکار شده، چه حسابی بستانکار شده. بس سلام. رویداد دوم میگه آقای عباسی اومد 40,000 تومان چیز خرید، ساختمون خرید. میگم رویداد دو مثلا تاریخ 5/9 به صورت نقدی 40,000 تومان ساختمون خرید. ساختمونش 40,000 تومان میره بالا، وجه نقدش 40,000 تومان کم میشه. ساختمون 40 تومان بره بالا یعنی 40 تومان بدهکار میشه. وجه نقد 40 تومان کم بشه یعنی باید چی بشه؟ بستانکار بشه. من اول حسابی رو می‌نویسم که بدهکار شده. میگم ساختمان بدهکار چقدر؟ میگم تو قسمت بدهکار 40,000 تومان. از اون ور پول دادم یعنی وجه نقد باید چی بشه؟ تموم شده رفت. درست شد؟ این میشه فرمت ثبت حسابداری که دیگه ما میایم چیکار میکنیم؟ از این به بعد اینطوری ثبت میزنیم. ایناش هم دیگه شرح و مرح و تاریخ و اینا هم نمینویسیم. میگیم رویداد 1، میگیم آقا تو رویداد 1 آقای عباسی 50,000 تومان سرمایه گذاری کرد. میگیم وجه نقد 50 تومان بدهکار، سرمایه 50 تومان بستانکار. این تمام شد. این میشه یه ثبت حسابداری. ثبت دوم میگیم ساختمان 40,000 تومان بدهکار، وجه نقد 40,000 تومان چیه؟ بستانکار. رویداد سوم آقای عباسی رفت یه ملزوماتی خرید 500 تومان به صورت نسیه. گفتی 500 تومان ملزوماتم رفت بالا، از اون ور 500 تومان حساب پرداختنیم رفت بالا. ملزومات چیه؟ داراییه. پس 500 تومان باید بدهکار بشه اگه زیاد شده باشه. حساب پرداختنی چیه؟ بدهیه. حساب پرداختنی زیاد شده باشه پس باید بستانکار بشه. تموم شد. پس میگیم ثبت سوم ملزومات باید بدهکار بشه به مبلغ 500 تومان. حساب‌های پرداختنی هم باید بستانکار بشه به مبلغ چقدر؟ 500. حساب‌های پرداختنی هم باید بستانکار بشه به مبلغ چی؟ 500. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی اومد 1000 تومان یه خدمتی ارائه داد به صورت نقد. خب میگیم آقا وجه نقدم 1000 تومان از این ور رفت بالا، از سمت راست وجه نقدم 1000 تومان رفت بالا، از اون ور درآمدم 1000 تومان افزایش پیدا کرد. میگیم وجه نقد که افزایش پیدا بکنه پس باید بدهکار بشه. پس وجه نقد 1000 تومان بدهکار میشه، درآمد خدمات 1000 تومان چی میشه؟ بستانکار میشه. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی یه خدمتی ارائه داد به صورت نسیه. یا به صورت نسیه یا بیا اون قبلیه رو بگو. آقای عباسی اشکال نداره به صورت نسیه 1500 تومان یه خدمتی ارائه داد به صورت نسیه. میگم آقا نسیه ارائه داده یعنی میگفته پولشو بعدن میگیرم یعنی حساب دریافتنی. پس میگه حسابای دریافتنی 1500 بدهکار، درآمد خدمات 1500 بستانکار. پس ثبت میزنم حسابهای دریافتنی افزایش پیدا کرده، پس دارایی اضافهش میکنم میاد تو بدهکارش میشینه 1500 تومان، بازم درآمد خدماتم 1500 تومان بستانکار میشه. چون مبنای من برای شناسایی درآمد ارائه شدن خدمت چه نقد باشد چه نسیه درآمدش قابل شناسایی است. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی اومد اون بدهیشو پرداخت کرد. بدهیشو مثلا 300 تومان از بدهی مربوط به خرید ملزومات رو پرداخت کرد. میگم آقا هم از وجه نقدش کم میشه 300 تومان، هم از حساب پرداختنیش کم میشه 300 تومان. حساب پرداختنی که کم میشه باید بدهکار بشه. همیشه تو ثبتامون یادت باشه همیشه اول عنوان حسابی نوشته میشه که بدهکار شده، بعد عنوان حسابی نوشته میشه که بستانکار شده. چون بدهیت کم شده پس حساب پرداختنیت بدهکار شده. پس میام یعنی اومده سمت راست، میگیم حساب پرداختنی من 500 تومان بدهکار شده، از این ور پول دادم پس وجه نقدم 500 چی شد؟ بستانکار شد.
تو رویداد بعد میگه آقای عباسی اومد هزینه پرداخت کرد، یه هزینه برقی پرداخت کرد به مبلغ 350 تومان 150 تومان. میگیم آقا هزینه چیه؟ تمام هزینه ها ماهیت بدهکار دارن چون ضد سرمایه است. پول دادم پس بچه نقدم چیه؟ بستانکار میشه. پس میگیم آقا هزینه برق تمام هزینه ها بدهکار 150 تومان، بچه نقد بستانکار چقدر؟ 150 تومان. تو رویداد بعدی میگه آقای عباسی اومد چیکار کرد؟ 1900 تومان برداشت کرد. 1900 تومان برداشت بکنه میگیم پول داده، پس اول بستانکاره رو میذارم اینور، وجه نقدش 1900 تومان باید بستانکار بشه چون پول داده. از این ور چی بدهکار میشه؟ خود حساب برداشت ماهیت بدهکار داره، میگیم برداشت 1900 بدهکار، وجه نقد 1900 بستانکار. اینا میشه ثبت دفتر روزنامه. پس ثبت دفتر روزنامه که میگن ثبت دفاتر همینه. حالا میگم که حالا بعد از اینی که رویدادها اینا شناسایی و اندازه‌گیریه، میگیم حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری، طبقه بندی و گزارشگری مالی. میگم آقا شناسایی و اندازه‌گیری یعنی همون که من تشخیص بدم چه تأثیری رو معادله حسابداریم داره، چه حسابایی رو تحت تأثیر قرار میده، چه حسابایی بدهکار و بستانکار میشه تا ثبتش بکنم. یعنی همین این فرایندی که ما تا اینجا گفتیم فرایند شناسایی و اندازه‌گیری بود. رویدادها در شناسایی بشن، اندازه‌گیری بشن، یعنی ثبت دفتر روزنامه. بعد میایم رویدادها رو چیکارش میکنیم؟ طبقه بندی میکنیم. منظور از طبقه بندی یعنی نقل اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل. فرض کن شما الان میگم به اندازه 200 تا ثبت زدی، 200 تا ثبت، هی بچه نقد بدهکار شده، بچه نقد بستانکار شده، هی بدهکار بستانکار. الان مدیر از شما میپرسه آقا چقدر پول دارین؟ شما فرض کن از این 200 تا رویداد 130 تا رویدادش مربوط به بچه نقد بوده، حالا یا بچه نقد بدهکار شده یا بچه نقد بستانکار شده. خب ازت میپرسه الان آقا چقدره بچه نقدمون؟ خب بدبختی شروع شد، باید بشینیم از اون اول دفتر دونه دونه بچه نقدا رو گیر بیارم، بدهکارا رو مثبت بگیرم، بستانکاراشو منفی بگیرم، بگم آقا رویداد اول 50 تومن مثبت، رویداد دوم 40 تومن منفی، رویداد چهارم 1000 تومن مثبت، رویداد مثلا پنجم 500 تومن منفی، دوباره 150 تومن منفی، دوباره 1900 تومن منفی. اینا رو با هم دیگه جمع و تفریق بکنیم، عددش رو با آقا بگیم. حالا دوباره 3 روز دیگه میگذره، باز یه سوال، همون سوال از ما میپرسه. خب میگیم با نمیشه اینطوری که. من برای اینکه خیالم راحت باشه دیگه دم به دقیقه نخوام جواب این طرفو بدم، میام چیکار میکنم؟ میام میگم آقا دفتر کل یه حساب تیای منه، حساب تیایی که کشیدیم همون دفتر کله. میگم آقا یه حساب تی ایجاد میکنم به اسم حساب بچه نقد. هر رویدادی که تو دفتر روزنامه ثبتش میکنم بلافاصله منتقلش میکنم به دفتر کل. پس دفتر کل من همون حساب تیاست. میگم آقا رویداد اول 50000 تومان بدهکار شد، دیگه تو این ثبت بشه دیگه لازم نیست برم دفتر روزنامه رو دونه دونه نگاه بکنم، جمع و تفریق بکنم. هر لحظه که اراده بکنم میتونم مانده طرفو بگم. میگم تو رویداد دوم 40000 تومان بچه نقدم بستانکار شد، تو رویداد چهارم 1000 تومان بچه نقدم بدهکار شد، تو رویداد پنجم ششم 500 تومن بچه نقد بستانکار شد، بعدیش 150 تومن بستانکار شد، بعدیش 1900 تومن بستانکار شد. حالا هر زمان ازم بپرسه تا این تاریخ تا امروز این آقا 6000 تومن مثلا، حالا من کاری با عددش هم نداریم، مثلا 150 تومن، حالا هر چقدر است این 650 دو 550 دو 450 میشه 47 و 550 مثلا. الان ماندم 47 و چیه؟ 550 است. چهل و هفت نه 10 و 550. حالا دیگه جمع بزنید، من نمیدونم دیگه 40000 تومن 10000 تومن میمونه، 10000 تومن 11000 تومن، 11000 تومن 11000 تومن یه دو خورده ای کم بشه میشه 8550.
یا 8 تا 405. الان 11,000 تومان، 8 تا 405. بله این میشه 8 تا 405. اون 50,000 تومان بود، 40,000 تومانش کم شد 10,000 تومان، موندهش 10,000 تومان، 1,000 تومان بهش اضافه شد 11,000 تومان. 11,000 منهای 500 منهای 150 منهای 1900 میشه 8 تا 450. میشه 8 تا 450. پس این ماندن میشه. پس هر رویدادی رو که من به دفتر کل، باز میگه 7 تا 450. بابا جان این 10,000 تومنه، تا اینجاش 10,000 تومان مثبت، اینجا یه 1,000 تومان داره، میشه 11,000 تومان. 11,000 منهای اینا، این 1000 هم منتقل کردید یا نه؟ میگه به خدا حساب کردید. چی رو حساب کردید؟ این مگه اینجا 10,000، مگه این 1000 اینجا نیست؟ این 1000 رو اینجا نمیبینی؟ 1000 تومان دیگه هم تو بدهکارش هست، میشه 8 تا 450. حالا فرقی نمیکنه، حالا اینا رو یاد میگیرید که چجوری جمع و تفریق میکنید. این مال این بس میشه دفتر کل. یعنی ما دائما به ازای هر حسابی که تو دفتر روزنامه ثبت شده، مثلا الان حسابای پرداختنی که داشتی، یا 500 تومن بستانکار شد، بعد اومدیم کلش رو تصفیه کردیم، 500 تومن بدهکار شد، ماندهش شد 0. همینجوری به ازای هر رویدادی که تو دفتر روزنامه ثبتش میکنیم، وارد دفتر کلش میکنیم که در اصل همون حسابای تی هستش. این ماله مشکلی تا اینجا نیست. پس این ثبت روزنامه رو هم یاد گرفتید، دفتر کلم که اینا بود. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ بگیم تراز آزمایشی چیه. بنویسید، تیتر بزنید تراز آزمایش. بنویسید تراز آزمایشی فهرستی است از کلیه حساب‌های دفتر کل. فهرستی است از کلیه حساب‌های دفتر کل که مانده نهایی حساب‌های دفتر کل در فرمت تراز آزمایشی قرار گرفته. در فرمت تراز آزمایشی قرار گرفته و چنانچه ستون بدهکار حساب، ستون بدهکار تراز با جمع ستون بستانکار تراز با یکدیگر برابر باشد، نشان دهنده صحت ثبت اطلاعات است. داخل پرانتز بنویس البته یک اطمینان نسبی نه مطلق. حالا میگم یعنی چی. یعنی یه زمان هستش که تراز آزمایشی، بس اونجا در ادامهش یه فلش بکش، بنابراین
بنابراین تراز آزمایشی ابزاری است، بنابراین تراز آزمایشی ابزاری است که به وسیله آن میتوانیم تا حد زیادی مطمئن شویم که رویدادهای مالی به درستی شناسایی و در دفتر روزنامه ثبت شده و همچنین به درستی به دفتر کل منتقل گردیدند یعنی الان فرمت تراز آزمایشی اینه. اگه بخوایم یه تراز آزمایشی بکشیم 3 تا ستون داره. یه عنوان حساب داره، یه ستون بدهکار، یه ستون بستانکار. این عنوان حساب‌ها رو از کجا میاره؟ از همه حساب‌هایی که تو دفتر کل هست به ترتیب، مثلا حساب وجه نقد، حساب‌های مثلا دریافتنی، ملزومات، اساسیه، ساختمان، زمین، حساب‌های پرداختنی، نمیدونم سرمایه، برداشت، درآمد خدمات، هزینه حقوق، هزینه مثلا اجاره، هزینه حقوق، هزینه اجاره. بعد اینا رو مانده هاشو میذاری. مثلا مانده این مثلا بود، کاری نداریم من اینطوری فقط دارم بحث چیز میگم. مانده این مثلا بود 8450 تو بدهکار. مانده حساب دریافتنی مثلا بود 1500 بدهکار. مانده ملزوماتت بود مثلا 500 بدهکار. اساسیت مثلا حالا هرچی هستش، ساختمون بدهکار. حسابای پرداختنی همه بستانکار میشه، برداشت بدهکار میشه، درآمد خدماتت بستانکار میشه، هزینه‌هات هم که بدهکاره. در نهایت جمع این ستون با جمع این ستون هر چقدر میشه باید با همدیگه چی باشه؟ برابر باشه. یعنی جمع ستون میزان حساب‌هایی که بدهکار شده با جمع میزان حساب‌هایی که چی شده؟ بستانکار شده با هم دیگه برابر میشه. گفته حتما باید از دارایی شروع بکنیم. بله درستش حتما که نه، شما هر ترتیبی که دوست داری، ولی درستش اینه: اول حسابای دارایی، بعد حسابای بدهی، بعد سرمایه است و برداشت و درآمد و خدمات، حسابای مختلف درآمدی، حسابای مختلف هزینه‌ای. این ترتیبی که تو عرف هستش، تو عرف گزارشگری هستش، اول حسابای مختلف دارایی، بعد حسابای مختلف بدهی، بعد حساب سرمایه است، بعد حساب برداشت، بعد انواع حسابای درآمدی، بعد انواع حسابای هزینه‌ای. یعنی هر حسابی که هر حساب تی که تو دفتر کل وجود داره همش رو چیکار میکنیم؟ لیست میکنیم. پس این هم شد فرمت تراز آزمایشی که وقتی که همه اینا لیست میشه از توازن بین ستون بدهکار و بستانکار پی میبریم که عملیاتمون تا حد قابل قبولی چی بوده؟ درست بوده. عملیاتمون تا حد قابل قبولی درست بوده. خب
تیتر بزنید لطفاً. بریم حالا این چیزی که تا اینجا گفتیم 2 فصل اول اون کتاب آبیه نوروشه انگار. 2 فصل اولش رو درس دادیم، یعنی معادله حسابداری، تأثیر رویدادها بر معادله حسابداری و بعد عرضم به خدمتتون که حالا ثبت دفتر روزنامه، ماهیت حسابها و ثبت دفتر کل. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ ماها فصل 1شه ادامه، الان همه اینا رو تو فصل 1 آوردیم. بعد خب میخوایم الان یه مروری داشته باشیم بر چرخه حسابداری. تیتر بزنید. مروری بر چرخه حسابداری. مروری بر چرخه حسابداری. خب چرخ حسابداری ما از یک رویداد مالی شروع می شد. چرخ حسابداری ما از یک رویداد مالی شروع می شد. ما این رویداد مالی رو می اومدیم چیکارش می کردیم؟ شناسایی و اندازه گیریش می کردیم. شناسایی و اندازه گیریش که می شد ثبت در دفتر روزنامه. شناسایی و اندازه گیریش که می کردیم ثبتش می کنیم تو دفتر روزنامه که در عمل همزمان ما میتونیم اینجا تهیه سند حسابداری رو داشته باشیم. تهیه سند حسابداری رو داشته باشیم. بعد که شناسایی شد و اندازه گیری شد، باید بیایم طبقه بندیش بکنیم. یعنی اون رویدادهای شناسایی شده و اندازه گیری شده تو دفتر روزنامه رو طبقه بندی کنیم. طبقه بندی کنیم یعنی نقل اطلاعات به دفتر کل، همون حسابتیا. یعنی اول رویداد و شناسایی و اندازه گیریش میکنیم، اون ثبت دفتر روزنامه‌مون رو میزنیم، بعد طبقه بندی میکنیم، کارامون یه خورده منظمش میکنیم که حالا تعریف کردیم هر کدوم از این مراحل چیه، میبریم تو حسابای خودش میشونیم اینا رو که به این میگیم مثلا همزمان اینجا میتونیم ثبت دفاتر معین و تفصیلی رو داشته باشیم. ثبت دفاتر معین و تفصیلی. حالا میگیم دفتر معین چیه، دفتر تفصیلی چیه، حالا خیلی مهم نیست، برای شما نمیاد ولی من میگم اینا رو. بعد کارمون رو باید امتحان بکنیم، ببینیم درست بوده تا اینجا یا نه. امتحان کارمون از طریق تهیه تراز آزمایشی هستش. بعد از اینکه رویداد به دفترمون کل منتقل شد، تهیه تراز آزمایشی رو داریم. مرحله بعد که الان میخوایم توضیحش بدیم، انجام ثبت‌های تعدیلی و اصلاحی. انجام ثبت‌های تعدیلی و اصلاحی. بعد از این مرحله
دوباره کارمون رو امتحان میکنیم، باز از طریق تراز آزمایشی. منتها این تراز آزمایشی چون بعد از انجام ثبت‌های تعدیلی است، بهش میگن تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده. تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده. بعد از این مرحله ما بستن حساب‌های موقت رو داریم. بستن حساب‌های موقت، منظور از حساب‌های موقت هم می‌نویسیم حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای، حساب‌های مختلف، حالا سود و زیانی بهش میگیم، یا درآمد و هزینه. حساب‌های مختلف سود و زیانی یا درآمد و هزینه. بعد از این مرحله ما دوباره کارمون رو امتحان میکنیم از طریق تراز آزمایشی که میگیم تهیه تراز آزمایشی اختتامی. تهیه تراز آزمایشی اختتامی، چون آخرین تراز آزمایشی هستش که ما تو اون سال داریم تهیه میکنیم، که همزمان با این هم میتونیم تهیه صورتهای مالی رو داشته باشیم. میتونیم تهیه صورتهای مالی رو داشته باشیم که اینجا من حالا اینو می نویسم که فقط در ایران، یعنی بعد از این مرحله فقط در ایران ما بستن حساب‌های دائمی رو هم داریم، چون عمر دفاتر در ایران 1 سال است. حساب‌های دائمیمون هم باید ببندیم که به اینا اصطلاحاً میگن حساب‌های ترازدامی. حساب‌های ترازدامی. این میشه کل پروسه چرخه حسابداری که از یک رویداد مالی شروع میشه. این رویداد دفاتر مختلف ثبت میشه، تراز آزمایشی میگیره، فلان فلان، تا در نهایت آخر سال حساب‌های دائمیمونم میبندیم. حساب‌های دائمیمونم میبندیم. دائمی بله، ماندش میره سال بعد، بله، ولی باید ببندینش دوباره سال بعد افتتاحش بکنید. یه ثبت سوری میزنیم، یعنی تو آخرین ثبتی که میزنیم حسابای دائمی رو میبندیم، اولین ثبت سال بعد تو دفاتر این حسابای دائمی رو دوباره ایجادش میکنیم، یعنی اون مانده‌هاش از سال قبل میبریم از طریق تراز افتتاحیه. حالا اینا رو میگیم، اینا هم سوال اومده برات. من اینقدر دارم روی اینا تاکید میکنم برای این هستش که تو این سالا خیلی تاکید شده تو این مباحث. اینا مباحث اولیه حساب داره و همه سوالات شما این چند وقته تو این 3-4 ساله همش همینا بود. خب حالا بنویسید این کل چرخ است. ما تا اینجاشو گفتیم، تا نقل اطلاعات به دفتر کل گفتیم و تراز آزمایشیش هم گفتیم. حالا میخوایم راجع به انجام ثبت‌های تعدیلی و اصلاحی صحبت بکنیم. راجع به انجام ثبت‌های تعدیلی و اصلاحی. ثبت تعدیلی و اصلاحی. من یه ذره گرم شده بود. آقا اینجا چرا این سونگا شده؟ در اونجا باز خب روشنه. حالا بنویسید که
ثبت‌های تعدیلی. آخه صدای ماشین میاد. آره میدونم گرم شدش اینجا. خوبه همون یه ذره گوشش باز باشه. یه ذره بعد خود آره میبنده. مرسی. این دو روشن. آره. بنویسید ثبت‌های تعدیل. داستان ثبت تعدیلی چیه؟ ببین یه سری حساب‌ها داریم که با گذشت زمان ماهیتشون تغییر میکنه. عمده این تغییرات به این دلیله که ما در هنگام ثبت اولیه چون رویداد مالی کامل نیستش، امکان انجام ثبت با ماهیت اصلی وجود نداره. یعنی امکان انجام ثبت با ماهیت اصلی وجود نداره. ما مجبور هستیم از یک سری حساب‌های واسطه‌ای استفاده بکنیم تا بعد از اینی که رویداد کامل شد این حساب‌های واسطه‌ای رو به حساب‌های اصلی خودش منتقل کنیم. هدف از انجام ثبت تعدیلی در اصل بروز کردن مانده حساباست که این آخرش باعث میشه که کیفیت گزارشگری مالیمون افزایش پیدا بکنه. چون ببینید یه حسابایی داریم، مثلا ما یه پولی رو شما زودتر از موعدش پرداخت میکنی یا یه وجهی رو زودتر از موعدی که خدمت ارائه باید بکنی دریافتش میکنی. مثلا الان میخوای بری یه جایی رو اجاره بکنی یا بری ماشینتو بیمه بکنی. خب شما میری ماشینتو بیمه میکنی، اول تیر ماه میری ماشینتو بیمه میکنی، مثلا 2,400,000 تومان پول بیمه ماشینت میشه. این 2,400,000 تومان پول بیمه خب پرداخت میکنی، وجه نقدت بستانکار میشه. خب چی رو بدهکارش بکنم؟ نمیتونم بگم که این هزینه بیمه باید بدهکار بشه، وجه نقد بستانکار بشه 2,000,000 در از 400,000 تومان. چرا؟ چون خدمت و درآمد و هزینه در اصل به واسطه یک خدمتی که تحقق پیدا میکنه. یعنی اگر من خدمتی رو ارائه بکنم درآمدش رو باید شناسایی بکنم. هر زمان خدمتی یا خدماتی به من ارائه شود میتوانم هزینهش رو شناسایی بکنم. منتها شما زمانی که میری یه شرکت بیمه ای ماشینتو بیمه بکنی 2,400 پول میدی ولی هنوز خدماتی از شرکت بیمه ای دریافت نکردی. یعنی در از شرکت بیمه ای میاد به تو یه کردیت میده، یه اعتبار میده، میگه آقا این کردیت در اختیار شما باشد تا 1 سال این کردیت اعتبار داره. حالا هر روز که میگذره از این اعتبار شما داره کم میشه. مثل این هستش که شما میری شارژ ایرانسل میگیری، شما تا زمانی که رفتی یه سیم کارت شارژی گرفتی شارژتو پر کردی 100,000 تومان پول شارژ دادی، شما هنوز استفاده نکردی که این تبدیل به هزینه نشده که این فعلا یک کردیته برای شما. به ازای هر مکالمه‌ای که انجام میدی از این کردیتت هی داره کم میشود، یعنی خورد خورد تبدیل به هزینه میشه. پس من نمیتونم همشو بلافاصله که شارژ خریدم بذارم تو حساب چی هزینه، یا نمیتوانم بلافاصله که ماشینمو بیمه کردم همشو بذارم تو حساب هزینه بیمه، چون هنوز من خدمتی دریافت نکردم، هنوز کاری انجام نشده که من فقط رفتم یه بیمه نامه در از امضا کردم، یعنی در از گرفتم، یه اعتبار برای خودم ایجاد کردم. خب پس میگیم ما مجبور هستیم به دلیل اینکه این رویدادها در مقطعی که ما اومدیم پول دادیم یا پول گرفتیم این رویدادها هنوز ماهیتش کامل نشده، پس مجبوریم از یک سری حساب‌های واسطه‌ای تو اون مقطع استفاده بکنیم، بعد به مرور و با تحقق اون رویداد این حساب‌های واسطه‌ای رو خورد خورد از دفاتر خارج بکنیم و ماندش رو به حساب‌های اصلی منتقلش بکنیم. یعنی زمانی که من میرم یک ماشینم رو بیمه میکنم، به جایی که بگم آقا هزینه بیمه 2,400,000 بدهکار وجه نقد 2,400,000 بستانکار، میگم آقا این عنوانشو میذارم حساب
پیش پرداخت هزینه بیمه. از یه حسابی به اسم حساب پیش پرداخت استفاده میکنم. میگم پیش پرداخت هزینه بیمه 2400 بدهکار و چه نقد و 400 بستانکار. میگم آقا این هزینه بیمه نیست، این پیش پرداخت هزینه بیمه است. این همون اعتبار است. این اعتبار برای من یک داراییه، مثل بقیه دارایی ها ماهیت چی داره؟ ماهیت در اصل بدهکار رو داره. حالا هر روز که میگذره و من نزدیک میشم به 1 تیر سال بعد، از این اعتبار من داره چی میشه؟ کم میشه. از اون کردیت من داره کم میشه. بنابراین خورد خورد میتونم اینو تبدیلش بکنم حالا به هزینه، یعنی به تناسب دریافت خدمات و کم شدن اون اعتبار. حالا میتونم این رو از حساب پیش پرداخت خارجش کنم، بگم دیگه حالا پیش پرداخت بیمه نیست، حالا دیگه پخته شد، رویداد کامل شد، حالا اینو تبدیلش میکنم به حساب هزینه بیمه. میگم هزینه بیمه بدهکار، پیش پرداخت بیمه بستانکار. انقدر این پیش پرداخت رو از حسابا خارج میکنم، تبدیلش میکنم به هزینه که دیگه کلا مانده پیش پرداخت بعد از 1 سال چی بشه؟ 0 بشه. پس به این کار میگن ثبتای چی؟ تعدیلی. یعنی توی یه مقطع زمانی که من یه برش میزنم از واحد تجاری، مثلا 29 اسفند رسیدم، میگم آقا من 1 تیر ماشینم رو رفتم بیمه کردم، این 1 تیری که ماشینم رو بیمه کردم اعتبارش تا 1 تیر سال بعده. میرسم به 29 اسفند. 29 اسفند که میرسم میگم آقا 9 ماه از اون کردیته از بین رفت، پس به اندازه 9/12 اون رویداد باید حالا تبدیل بشه به هزینه. لذا باید بیایم چیکار بکنیم؟ آخر سال مالی که میرسیم از طریق انجام یک ثبت تعدیلی بیایم مانده حساب پیش پرداختمون رو آپدیتش بکنیم که نمودی از واقعیت‌های موجود در اون مقطع باشه. یعنی بیام بگم آقا 9 ماه من از این خدمات شرکت بیمه‌ای که میتوانستم استفاده بکنم اعتبارش تموم شده، حالا تبدیل شده به هزینه. پس من به اندازه 9/12 اون کردیت رو تبدیلش میکنم به چی؟ هزینه. آخر سال که میرسم میگم یک ثبت تعدیلی میزنم. تعدیلی یعنی معتدلش میکنم. میگم حالا هزینه بیمه به اندازه 2400 ضرب در 9/12 بدهکار، پیش پرداخت بیمه به اندازه 2400 ضرب در 9/12 بستانکار، که مثلا به اندازه 1,800,000 از اون کردیت من کم شد، تبدیل شد به چی؟ هزینه. پس دارایی ها در از پیش پرداخت ها دارایی هایی هستند که با گذشت زمان تبدیل به هزینه میشن. پیش پرداخت ها دارایی هایی هستند که با گذشت زمان تبدیل به هزینه میشه. هدف از انجام ثبت‌های تعدیلی این هستش که من بتونم اصل تطابق در حسابداری رو رعایت بکنم. چرا؟ چون اگر من این ثبت تعدیلی رو نزنم بعد از 1 سال همه این باید تبدیل بشه به هزینه دیگه. اونجا باید ثبت بزنم هزینه بیمه 2400، یعنی تیر سال بعد هزینه بیمه 2400 بدهکار، پیش پرداخت بیمه 2400 بستانکار. خب یکی بیاد صورت‌های مالی منو ببینه میگه آقا چه خبره؟ تو الان برای 3 ماه از سال گذشته یه هزینه 2400 رو شناسایی کردی تو سال بعد. میگم این با اصل تطابق سازگار نیست. میگم بابا 9 ماه این هزینه مال سال پیش بوده، تو باید تو سال خودش اینو شناسایی میکردی، تو اومدی همه رو امسال شناسایی کردی. یعنی تو سال پیش به اندازه 1,800,000 تومان هزینه رو شناسایی نکردی، امسال به اندازه 1,800,000 تومان هزینه رو بیشتر شناسایی کردی. یعنی سال پیش 1,800 کمتر شناسایی شده، امسال 1,800 بیشتر شناسایی شده. میگیم این اصل تطابق در حسابداری رو میبره زیر سوال. اصل تطابق چی میگه در حسابداری؟ میگه درآمدها و هزینه‌های هر دوره‌ای در همان دوره‌ای که تحقق پیدا کردن باید شناسایی بشه. اگر شما اعتبارت 1 سال است، وقتی که آخر سال میرسی به اندازه 9 ماه از اون اعتبار از بین رفته و تبدیل شده به هزینه، سند هزینه‌اش رو همون موقع بزن، در انتهای سال بزن. خب حله؟ فهمیدین بچه شو؟ بس ثبت تعدیلی اینه ها داستانش، چیز خاصی نیست. الان میگم بنویسید، بنویسید ثبت‌های تعدیلی.
بنویسید که برخی از حساب‌ها وجود دارند برخی از حساب‌ها وجود دارند که با گذشت زمان ماهیت آنها تغییر می‌کند. نقطه عمده این تغییرات به این دلیل است که در هنگام ثبت اولیه یه ویرگول رویداد مالی کامل نبوده، و امکان انجام ثبت با ماهیت اصلی وجود ندارد. لذا ناگزیریم از یک سری حساب‌های واسطه‌ای استفاده کنیم تا پس از کامل شدن رویداد یه ویرگول مانده این حساب‌های واسطه‌ای به حساب‌های اصلی مربوطه منتقل شود. که به این عمل اصطلاحاً ثبت‌های تعدیلی گفته می شود. نقطه هدف از انجام ثبت‌های تعدیلی بروز کردن مانده حساب‌های شرکت می باشد. که این امر موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود. پس این هدف ما اینه، یعنی اگه شما ثبت تعدیل رو انجام ندی اشتباه نکردی ولی کیفیت کارت میاد چی؟ پایین. میاد پایین. خب الان همه فهمیدید داستانش چی شد؟ این بیان ساده ثبت‌های تعدیلی بود. تو اینجا ما 5 تا ثبت چی داریم؟ تعدیلی داریم. که الان اینجا اشاره میکنیم. به اینجا برسیم، در اینجا به 5 ثبت تعدیلی متداول
اشاره می شود. به 5 ثبت تعدیلی متداول اشاره می شود. اینا رو من بنویسم که حالا اینجا بنویسیم ثبت های تعدیلی، ثبت های تعدیلی که حالا ما رایج که در سطح اصول 1 فعلا. یکیش از پیش پرداخت ها، یکی هست پیش دریافت ها. الان یه لحظه پیش پرداخت ها، پیش دریافت ها، هزینه های معوق یا داخل پرانتز هزینه های ثبت نشده، درآمدهای معوق یا درآمدهای ثبت نشده و دیگری بحث استهلاک. پس هزینه‌های معوق، درآمدهای معوق و بحث چی؟ استهلاک. پس این 5 تا ثبت رایج ماست: پیش پرداخت‌ها، پیش دریافت‌ها، هزینه‌های معوق، درآمدهای معوق و بحث در اصل چی؟ استهلاک. بحث استهلاک. خب دوستان این تا اینجا باشه، چون 2:30 کلاس چیز من هستش. من احتمالا شنبه بهتون ساعت 4 خبر میدم که شاید براتون یه فوق‌العاده دوباره شنبه بذارم، ساعت مثلا 6:30 7 بذارم تا 9، مثلا 7 تا 9 که این ثبت تعدیلی رو تموم بکنم که شما برید بخونید. 7 تا 9 مثلا یه شاید بذارم براتون، چون یک شنبه ها کلاس دارید، یک شنبه ها کلاس. آره شنبه ها کلاس ندارید. بذار من بپرسم خانم پارسا، شنبه این هفته کلاسه؟ الان من میگم ما یه کلاس آفر برای بچه‌ها، کلاس آفر حل تمرین با آقای عبدلی ساعت 17 تا 20. آفر عبدلی. خب یه کلاس مثل این که آفر دارید شما با آقای عبدلی، نمیدونم ریسکه. بله آقای عبدلی رتبه 2 مونه ها، رتبه 2 مونه دکتر عبدلی. خب این بذار با آقای عبدلی هم خبر میدیم بهتون دیگه، اگه بود بهتون خبر. اگه 16 تا 19 بیاد منم 19 تا 21 میام که دیگه اون موقع چیز بکنیم، یه جوری میکنیم که ما هم قاطی نشه. آره باش. آره من خواستم 2 ساعت بیام باهاتون، وقتتون خیلی نمیخواستیم بگیریم، یه 2 ساعت میخواستیم دوره هم باشیم. باش حالا ببینیم چی میشه، خبر میدیم بهتون. مرسی، دست شما درد نکنه، خسته هم نباشی. خداحافظ.